روزیزاده پرویز پولادی اجرا کننده مدیر فاکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی خوجند شب 13 ایون در بازداشتگاه فوتیده است. پدرش روزیبای پولادوف در یک تماس تلفنی گفت که جسد فرزندش را روز 13 ایون در ناحیه اشت به خاک سپاریدند. هرچند در این باره مقامات رسما خبر نداده است، ولی بعضی‌ها گفتند پرویز پولادی بر اثر فشار بلندی و درد دل فوتیده است. وقتی آخر هفته گذشته در دادگاه شهری خوجند 17 سال حکم حبس اعلان کردند، وضعیتش بد شد و در بازداشتگاه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند، افزود یک منبع رادیو آزادی. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، پرویز پولادی را با اتهام فساد و رشوه و بعضی جنایت‌های اخلاقی زندانی کردند. حکم آخر هفته گذشته اعلان شده و طبق معلومات دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته بود. روزیبای پولادوف پدر این استاد دانشگاه گفت که هرچند به مرافعه‌هایش می‌رفتند ولی دادرس اجازه اشتراک نمیداد و دقیقاً جزئیات حادثه را نمی‌دانند. با این وجود آنها عاید این مسئله عزمی به جای شکایت کردن را ندارند. پرویز پولادی نامزد علم‌های کیمیا و اجرا کننده مدیر فاکولته بیولوژی و کیمیای دانشگاه دولتی شهر خوجند 41 سال و 3 فرزند داشت. و پیشتر در دیگر فاکولته همین دانشگاه سالهای زیاد به حیث مدیر کار کرده است. ولی با گذشت 3 ماه از بازداشتش مقامات انتظامی ولایت سوخت اتهام علیهش را رسما اعلان نکردند. بعد بازداشت پرویز پولادی مقامات امنیتی اینچنین ایوب عثمانزاده رکتور دانشگاه دولتی خوجند را نیز بازداشت کرد. منبع‌های رادیو آزادی آن زمان گفته بودند بازداشت رکتور به رشوه‌ستانی ربط دارد و احتمال پرونده هر دو به هم علاقمند است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. به اطلاع مسئولان آژانسی تنها در سال 2024 49 مورد فساد را در دانشگاه آشکار کردند. حکم دادرس به این عیبنامه‌ها معلوم نیست. 2 سال پیش نیز مقامات تفتیشاتی و قدرتی ولایت سوخت گفته بودند که از همه بیشتر موردهای رشوه‌ستانی آموزگاران در دانشگاه دولتی خوجند ثبت شد. قسمی از آنها با جریمه از جوابگری آزاد و نسبت برخی آنها چاره‌های دیگر انتظامی کاربست شدند. موردهای از همه زیادی فساد در یک مؤسسه تحصیلاتی ولایت سوخت در حالی است که معارف تاجیکستان یکی از ساحه‌های فسادزده‌ترین نام بر می شود. ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی این خلاصه را درست نمی‌شمارند و میگویند زور نهادهای ضد فساد به ساحه‌های دیگر نمی‌رسد و آموزگاران و پزشکان شکار آسان آنها دانسته می‌شوند. با وجود ردیه مقامات تاجیکستان سطح بلند فسادزدگی تقریبا همه ساحه‌ها را سازمان‌های بین‌الملل در گزارش‌های همه ساله نگران کننده می‌نامند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.